چند نکته طلایی میخوام بهت بگم بابت پیستوله و پاشش تمیز رنگتون روی سطح کار. بعد از هر پاشش خیلی‌ها میان این پیستوله رو میکنن داخل تینر که اشتباهه، سوزن رو خراب میکنه، مرغوبیت پیستولتون هم میاره پایین. پیستوله رو به صورت کامل باز میکنیم، تمام قطعاتش رو جدا جدا، سریع پیستوله، سوزن، این فنرش خیلی مهمه که جابجا و کوچیک بزرگ نشه. اینم سوزن. بعد از اینکه باز کردیم این سوراخ‌های خروجی هوا و رنگمون رو به شدت تمیز میکنیم و داخل اینا سوزن میزنیم که باز بشه. صافی رنگمون خیلی‌ها پیشنهاد میکنن که از این صافی پلاستیکی استفاده کنیم که به نظر من اصلا درست نیست. نه رنگ تو درست به پیستوله میرسونه، اون قدرت پاششی که میخوای انجام بدی، نه بیشتر از یه دفعه میشه استفادهش کرد. یعنی هر پیستوله‌ای که پر میکنی باید یه دونه صافی عوض کنی. ولی من جوراب استفاده میکنم، جوراب تمام نخ استفاده میکنم. قبل از ریختن رنگ جورابمو با تینر میشورم که پرز جورابم گرفته بشه، روی کار من پرز نشینه به این صورت. حالا من اینجا یه دونه میذارم ولی دو تا بذاری بهتره. حالا شما زیر این پست واسه من نظراتتون رو بگین که آیا این صافی جواب میده یا این جوراب. ممنونم.